به ناموسم یه آخوندی تو خیابون من اینا موتور میچرخیم به خدا ببینیم بزنیم نیست. حالا نشده شده کسی دیگه بگم، ولی دارم به شما میگم شاید خطرناک باشه، ولی خب در هر صورت داداش گرفتم. این که مصاحبه ها نکنین لطفا، خطرناکه. هر کس میتونه با مادر خودش، با خواهر خودش، با عمه خودش، خاله خودش، دختر خودش ازدواج کنه، عقد بخونه، به شرط اینکه عقد بخونه، بدون عقد ازدواج نکنه، عقد بخونه، ازدواج کنه و بعدش هم باید مهریه حتما بده. به قرآن الان من دیدم ناموسن دست بزنید رو قلبم، تپش قلبم. من این فیلم رو ندیدم. من فکر کنم مثلا فیلم شورش میخواد نشون بدید. این چیه؟ نمیدونم اینا از کجا اومدن اصلا. هیچ مسئله دیگه تو این ماجرا ندید به غیر از اینکه عقد بخونن. واقعیه؟ اصلا اعصابم خورد شد. هر چیزی که میخوان بگن و توی هر فضایی میان میگن. این نیست که اصلا شما اینو نشون بدی به کسی بگی ریاکشنت چیه، اینجا بیاد خودشو بزنه. باید اصلا تیکه تیکش کنی با ناخونگیر. همین که میزنید امامش میپره و به نظرم خیلی به نظر منطقیه. از نظر ذهنی به نظر من مریضم و اینکه یه زن رو دارن یه وسیله میبینن. بریدن سر اینا حلاله. این آدم ببینم تنها باشم یا تنها نباشم میکشمش. این آقا کی هستن؟ ایرانیه؟ خارجیه؟ ایشون کارشناس بسیار خبره آقای روستایی هستش. ده اصلا خونش حلاله ماشی. باش درگیر میشم واقعا. من خیلی میبینم از این کلیپ‌ها این روزا که پخش میشه. ایشون از شاگردای آقای حسینی قزوینی هستن. باید عمل کردیم، اومد کار منزل ما رو انجام داد. بعد من متوجه شدم این بنده خدا روحانیه. ما به حال اعلام براءت میکنیم. ولی از اون طرف خود اینها سندهای معتبر فتوا دادن که هر کس میتونه با مادر خودش، با خواهر خودش، این ازدواج جایز نیست و هر کس ازدواج کنه باید حد شرعی بخوره. دیدی میگم داستانی داره دیگه، داداش یه داستانی داره. من نمیدونستم. یعنی اگر یک کسی که بخواد عقل داره یا عقل داشته باشه که اصلا چند چیزی که باور نمیکنه. آقا بیخیال. ولی طرف اومده کاتش کرده، فکر ذهن منم عوض کرده. آخه الان تو این مدت خیلی ویدیو زیاد داریم میبینیم از این چیزا، از حرفایی که حالا به راه فیکور میبندن، به خیلیا میبندن، حرفای تخفیف شده است که کل حرف یه چیز دیگه بوده اصلا. داش شاید این بنده خودم حالا هر چی درست کرده داره این کارو میکنه که مردم بفهمن با چیا طرفن. من اعتقاد میکنم به چیزی که دوست دارم یا رفیقم بهم نشون میده یا شما به من نشون میدید. آخه یه سری جالبه، یه سری چیزای دیگه واقعی هست که اونا رو قبول نمی‌کنیم ولی داریم اینا رو قبول می‌کنیم. راستن که چرا من باید سریع باور کنم این مسئله رو؟ آدم هم خوب داره هم بد داره. آخوند شاید بد داشته تو این دور زمونه. آره داداش. خب به نظر من باید پیدا کنیم که کی این کلیپو تختی کرده. بیشتر دوست دارن که مردم به جون هم دیگه بندازن دیگه. میخواد یه جریانی رو ایجاد بکنه، یه هدفی پشتش داره. مثل یه سوریه ما رو هم به جون هم بندازن. حرکتی که کلا میخوان که اعتقادات مردم رو از بین ببرن، اینو از بین ببرن. این فیلمو من اشتباه کردم، قبول دارم جلوی دوربینت من اشتباه کردم. این همه فیلم داره تو همین صفحات مجازی پخش میشه، پسشون رو میزنن، لباساشون آتیش میزنن. باز تو چه وجودی داری بالا عمام لباست میای تو خیابون؟ من خودم یه عقایدی به همین آخوندا مثلا بعضیاشون رو قبول دارم. من چون خودم هیئتی که خودمون میریم واقعا به کسی که میاد اینجا سخنرانی میکنه ایمان دارم. ما اگر حرف از آزادی میزنیم، حرف از عدالت میزنیم، قطعا باید بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ جانبداری، یعنی اونی که واقعا حق رو انجام بدیم.